بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. خدایا، در این روز احسان و نیکیت را پسندیده من گردان و نادرستی و گناهان من را مورد کراهت من قرار ده و خشم آتشی برافروخته را بر من حرام گردان. به یاریت ای فریاد رسی فریاد خواهان.